به روی ماهتون. امیدوارم حالتون خوب باشه. کنار عزیزانتون روز و شب خوبی داشته باشین. خیلی ممنونم که روی این ویدیو کلیک کردید. دعوتتون میکنم به شنیدن یه پادکست دیگه. ممنون میشم که تا انتها همراه هم باشین و نظراتتون رو راجع به این داستان حتما واسم بنویسین. عزیزای دلم، اگر نمیدونید و اگر عزیزی هستین که تازه به جمعمون اضافه شدین، بدونین که من 3 چنل دارم و تو این 3 چنل هر شب میشه گفت تو یه چنل داستان میذارم. چنل سرگذشت تو، روزمرگی آوا و داستان آوا. تو این 3 چنل میتونین هر شب یه داستان واقعی قشنگ رو گوش بدین. آدرسش هم تو دیسکریپشن قرار دادم، راحت میتونین کلیک کنید و وارد چنل ها بشین. بریم که پادکست امروز رو بشنویم. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماهتون. بریم که بشنویم سرگذشت امروز. اون روز همکارم هادی بسته مشکوکی و از کیف مسافری بیرون کشید. جلوی چشماش گرفت و گفت این چیه که تو چمدونته؟ اون مرد که اسمشو بعداً فهمیدیم کمال جعفریه، عرق از پیشونیش جاری شد. نگاهی به زنش انداخت که گوشه ایستاده بود و بعد زیر لب گفت آقا میشه یه جا دیگه حرف بزنی؟ هادی پوزخندی زد و گفت چرا که نه، بیا این ور. رفتیم یه گوشه خلوت‌تر. کمال دستاشو به هم میمالید و میلرزید. آقا خواهش میکنم جلو زن و بچه‌م نگیرنه. من یه اشتباهی کردم. هادی بسته رو تکون داد و گفت اشتباه؟ تو چمیدونت 1 کیلو از ایناست. میدونی همین چقدر حبس داره؟ کمال دستاشو به هم قفل کرد و گفت التماست میکنم، جبران میکنم، هر چی بگی قبول میکنم، فقط جلو زنم نذار آبرون بره. هادی چشمکی به هم زد و رو به کمال گفت خب ببینم جبران چجوری میخوای جبران کنی؟ چی بلدی؟ کمال کیف پولش رو در آورد و گفت هر چی داشته باشم مال شماست، فقط بذاریم بریم. هادی گفت 30 تومن به حسابم بزن. 30 میلیون. کمال جواب داد آخه من زنمو باید ببرم بیمارستان، پول لازمم. وقتی برگشتم جبران میکنم. دیگه داری پشیمونم میکنی یا زود باش همین پولو بزن. بعد چند لحظه پیامک واریزی اومد. 30 تومن پول بود. من فقط ایستاده بودم و نگاه میکردم. هادی گفت حالا بزن به چای تا پشیمون نشدم. کمال چیزی نگفت، سرش انداخت پایین و برگشت سمت زنش. من دیدم که چطور داشت با قدم‌های آهسته میرفت. هادی اومد کنارم و زد زیر خنده. یاسر بیا نصفش مال تو. معلوم بود طرف بچه مایه داریه. خندیدم اما از اون خنده های تلخ گفتم خدا بده برکت. هادی همونجا موبایلشو در آورد و 15 تومن زد به حسابم. پول که تو حسابم اومد یه لحظه حسه بعدی بهم دست داد. نمیدونم چرا اما دلم گرفت. چند دقیقه گذشت و من داشتم به کمال فکر میکردم که داشت سوار قطار میشد. زنش چادر مشکی سرش بود و معلوم بود که حالش خوش نیست. بچه‌شون هم یه پسر بچه 10 ساله بود. دست پدرشو گرفته بود. نمیدونم چی شد اما یهو تصمیم گرفتم. به هادی گفتم یه کاری دارم الان برمیگردم. سریع دویدم سمت قطار داشت حرکت میکرد. داد زدم آقا یه لحظه بیا پایین. کمال که داشت سوار ماشین میشد برگشت نگام کرد. صورتش رنگ پرید. فکر کرد بازم میخوام ازش پول بگیرم. زنش با نگرانی پرسید چی شده کمال؟ کمال اومد پایین. بهش اشاره کردم که بیاد کنار. زنش داشت نگامون میکرد. بلند گفتم چیزی نیست خانم نگران نباش، از آشناهاشم. کمال اومد کنارم. صورتش سفید شده بود. چیه باز آقا؟ من که پول زدم به حسابه، دیگه چی میخواین؟ آبرومو جلو زنم نبر دیگه. داداش حرف اینا نیست. شماره کارت تو بده پولو برات بزنه. با تعجب نگام کرد و گفت چی؟ شماره کارت؟ بده دیگه زود باش الان قطار میره. کمال با دستای لرزون کارتشو در آورد و شمارهشو بهم داد. من همونجا موبایلمو در آوردم و سریع 15 تومنو به حسابش زدم. بعد گفتم اگه پول لازم داری یه چند تومنی تا حسابم هست بهت بدم. کمال اول فکر کرد که داره خواب میبینه. نگاهی به موبایل انداخت و بعد نگاهی به من. گفت شما الان چی کار کردی؟ گفتم پول خودت بود برش گردوندم. زنت مریضه، ببرش بیمارستان، خدا شفا بده. چشماش پر از اشک شد و گفت خدا خیرت بده. نمیدونم چی بگم. شماره‌مو یادداشت کن واسه جبران میکنه. گفتم چیزی نگو برو که الان قطار میره. کمال دوید سمت قطار. قبل سوار شدن یه بار برگشت رو نگام کرد و سرش رو تکون داد. منم دستمو براش تکون دادم.
برگشتم سمت هادی با تعجب پرسید کجا بودی تو؟ هیچی داداش، یه کاری داشتم. دیگه چیزی نپرسید، اما میدونستم که یه شکی بهش دست داده. چند روز گذشت، سر کار بودم که یهو صدام کردن که برم دفتر رئیس. رفتم تو دفتر، دیدم رئیس با اخم نشسته و چند تا از بچه‌های اداری هم اونجا. رئیس گفت یاسر بشین. نشستم، دلشوره داشتم. رئیس یه پوشه‌ای رو باز کرد و گفت یه گزارشی علیهت اومده که نشون میده از مسافرها پول میگیری. آره؟ دلم ریخت، با تعجب گفتم آقا من همچین کاری نکردم. رئیس گفت مدرکش هست، انتقال پول به حسابت، شهادت یکی از همکارا. فهمیدم کی زیرا بمو زده، هادی بود. اون بیشور میخواست منو بندازه بیرون. گفتم من ثابت میکنم که این یه اتهام کذبه. رئیس گفت چطور؟ گفتم درسته که 15 تومن اومده تو حسابم، اما من همون 15 تومن رو برگردوندم. رئیس با دقت نگاه کرد و گفت پس این پول از کجا اومده؟ تعریف کردم ماجرای کمالو. گفتم که هادی چطور ازش پول گرفته و چطور من اون پولو پس دادم. رئیس گفت پس میگی پولو گرفتی و پس دادی؟ جواب دادم رئیس اونی که زیرا زده خودش میدونه که اگه دهن باز کنم چی میشه. رئیس فهمید قضیه چیه، گفت شماره اون مسافر رو داری؟ گفتم آره آقا دارم، کمال جعفری. رئیس زنگ زد به کمال که گوشیو برداشت. رئیس ازش پرسید که ماجرا چی بوده. کمال همه چی رو تعریف کرد. از معرفت من گفت، از اینکه چطور پولو بهش برگردوندم. حتی گفت که اگه لازم باشه خودش میاد و شهادت میده. رئیسم که قطع کرد نگام کرد و گفت یاسر تو کار درستی کردی، من بهت افتخار میکنم. بعد رو کرد به یکی از بچه‌ها و گفت برین هادیو بیارین اینجا. هادی رو آوردن. وقتی که منو دید رنگش پرید. رئیس گفت هادی تو فکر کردی میتونی با این کار یاسر رو بندازی بیرون تا اینطوری خودت راحت باشی؟ ولی مثل اینکه اشتباه کردی. از امروز تو دیگه تو این اداره کاری نداری. هادی خواست چیزی بگه اما رئیس اجازه نداد. برو بیرون، نمیخوام صداتو بشنوم، کار تمومه. هادی با نفرت تمام نگام کرد. رفت بیرون. من نفس عمیقی کشیدم. نمیدونستم کار درستی کردم یا نه. چند ماه گذشت. من و زنم سمیه تصمیم گرفتیم یه خونه بخریم. داشتیم تو بنگاه‌ها دنبال خونه می‌گشتیم که یه روز رفتیم تو یکی از این بنگاه‌ها. وارد که شدم یهو یکی صدام زد. آقا یاسر. برگشتم، نگاش کردم. کمال بود، کمال جعفری. با خوشحالی اومد جلو و دستمو گرفت. آقا یاسر چقدر خوشحالم که میبینمت. با خوشحالی گفتم کمال تو اینجا چی کار میکنی؟ من صاحب این بنگاه. اومدی دنبال خونه؟ آره راستش میخوام یه خونه بخرم. کمال دستمو کشید تو دفترش. بشین لطفا. امروز روز خوشیه برام که تو رو دیدم. نشستم و ازم پذیرایی کرد. گفت آقا یاسر من هیچ وقت اون روزو فراموش نکردم. گفتم کمال من فقط کاریو کردم که باید میکردم. نه آقا تو بیشتر از وظیفت انجام دادی. من زنمو بردم بیمارستان، عمل شد و الان خوبه. اگه تو اون پولو بهم نمیدادی نمیدونم چی میشد. خوشحال شدم که زنش خوب شده. با خوشحالی پرسیدم خدا رو شکر پس حالش خوبه؟ کمال گفت آره الان خیلی بهتره. حالا بگیم ببینم چطور خونه‌ای میخوای؟ تعریف کردم که میخوام یه خونه 2 خوابه بخرم تو یه جای نسبتا. کمال چند تا فایلو باز کرد و نشونم داد. گفت اینا خوبن، اما من یه خونه‌ای دارم که فکر کنم دقیقاً مال خودت باشه. یه خونه خیلی قشنگ نشونم داد. قیمتش هم خوب بود. گفتم همین عالیه، اما من الان همه پولشو ندارم. کمال بهم گفت مهم نیست. یه وامی واسه جور میکنم که بقیه‌شو بتونی بدی، اونم قسطی. نمیدونستم چی بگم. گفتم آقا کمال تو دیگه زیادی داری جبران میکنی در حقم. لبخندی زد و گفت یاسر جان این کمترین کاریه که میتونم برات انجام بدم. تو اون روز بهم کمک کردی، حالا نوبت منه. واقعا مرد خوبی بود. همه کارای وام و مدارکو خودش انجام داد و با کمکش خونه رو خریدیم. روز اسباب کشی کمال اومد کمک. حتی یه هدیه‌ام برای خونه جدید واسم آورد. وقتی داشت میرفت دستمو گرفت و گفت آقا یاسر تو بهم یاد دادی که تو این دنیا هنوز آدمای خوبم هستن. خدا همیشه حفظت کنه. دستشو فشردم. کمال جان
خوشحالم که شناختمت. بعد رفتن کمال زنم اومد کنارم و گفت یاسر، شنیدم حرفاتونو، بهت افتخار میکنم. خدا رو شکر که مرد خوبی هستی. لبخندی بهش زدم و نگاهی به آسمون کردم و گفتم همش برکت کار درسته. چند سال گذشت و من سرگرد کلانتری شده بودم. زندگی خوبی داشتیم، من و سمیه و پسرمون امیرعلی که 7 سالش بود. اون شب شیفت شبم داشت تموم میشد. ساعت نزدیک 11 بود که داشتم از کلانتری بیرون می اومدم. لباس فرم هنوز تنم بود و خسته بودم. تازه سوار ماشین شده بودم که موبایلم زنگ خورد. سمیه بود. گوشی رو برداشتم و گفتم جونم عزیزم. سمیه گفت یاسر کجایی؟ دارم میام خونه. چطور؟ سر راه برای امیرعلی خوراکی بخر. سرمو برد اونقدر که غرغر کرد. مدام میگه به بابا زنگ بزن بگو خوراکی بخره. باشه عزیزم، دارم میام میخرم. قطع کردم و حرکت کردم سمت خونه. یه مغازه سر راه بود که میشناختم. همیشه تا دیر وقت باز بود. رفتم همون سمت. جلوی مغازه که رسیدم دیدم جایی پارک نیست. خیابون شلوغ بود و همه جا ماشین پارک شده بود. مجبور شدم یه خورده اون طرفتر پارک کنم. توی یه کوچه خلوت نزدیک مغازه. پیاده شدم و رفتم سمت مغازش. صاحب مغازه که منو دید سلام کرد و گفت سلام سرگرد جان، چه عجب. با روی خوش گفتم سلام حاج مصطفی، چطوری؟ ممنون، بفرمایید چی میخواین؟ رفتم داخل و وسایل رو خریدم. داشتم تو کوچه راه میرفتم که یه حسی بهم گفت یکی داره تعقیبم میکنه. برگشتم و نگاه کردم. دیدم یه زن داره از اون دور میاد. کوچه خلوت بود و نور چراغ خیابون به زور تو کوچه میرسید. مشکوک شدم. اون زن نزدیکتر شد و صدام زد آقا یه لحظه. ایستادم و منتظر شدم. اومد جلو. با صدایی که انگار داشت گریه میکرد گفت آقا تو رو خدا یه لحظه صبر کن. چی شده خانم؟ نزدیکتر اومد و گفت من مسافرم، اینجا جایی رو ندارم، غریب و تنها. تو رو به حرمت اون لباسی که تنته امشب بهم پناه بده. نگاش کردم و گفتم چی شده خانم؟ چرا باید بهت پناه بدم؟ اون زن شروع کرد به گریه. آقا کیفمو دزدیدن، واسه فردا بلیت شهرستان داشتم. شما راضی میشی که من یه زن تنها شب تو خیابون باشم؟ دلم براش سوخت. به چهرش نمیخورد که آدم بدی باشه، ولی صدای یه زن درمونده بود. و بعد ادامه داد لباستونو که دیدم گفتم خدا شما رو واسه من فرستاده. آخه فقط یه شب که نیاز به سرپناه دارم. راستش من همیشه آدم دلرحمی بودم. همیشه سعی میکردم به دیگران در حد خودم کمک کنم. اما این یکی دیگه عجیب بود. گفتم خانم ببین من باید با خانومم صحبت کنم. زنه گفت هر کاری میخوای بکن، فقط منو تو خیابون تنها نذار. موبایلمو در آوردم و زنگ زدم به سمیه جواب داد کجایی پس یاسر؟ سمیه جان یه مشکلی پیش اومده. با نگرانی پرسید مشکل؟ چه مشکلی؟ حالت خوبه؟ آره من خوبم. ببین یه خانوم اینجا هست میگه کیفشو دزدیدن، جایی نداره که بره، گفته امشب بیاد خونه ما. سمیه یه لحظه ساکت شد و گفت یاسر تو مطمئنی؟ آخه نمیشناسیمش. سمیه جان یه زن تنهاست، نمیتونم ولش کنم تو خیابون، خیلی التماس کرده. سمیه نفسشو داد بیرون و گفت باشه بیارش، اما خب مواظب باش. چشم عزیزم، الان راه میافتیم. قطع کردم و روبروی همون زن ایستادم. خانم سوار شیم بریم. اون زن با خوشحالی گفت خدا خیرت بده آقا، خدا عمرتو زیاد کنه. سوار ماشین شدیم. پشت فرمون نشستم و اون زن عقب. تو آینه نگاش میکردم. هنوز صورتش پیدا نبود. تو راه سکوت بود و من چند بار خواستم حرفی بزنم، اما چیزی به دهنم نمیومد. فقط رانندگی میکردم. به خونه که رسیدیم سمیه درو باز کرد. من جلوتر رفتم و گفتم سمیه جان ایشون همون خانومیه که گفتم. سمیه با مهربونی گفت بفرمایید داخل، خوش اومدین. اون زن وارد خونه شد و سمیه درو بست. وقتی قیافش رو دیدم یه صورت معمولی داشت. یه زن 34 ساله، چیز خاصی نداشت. گفت خیلی ممنون، خدا بچه‌تون رو حفظ کنه. سمیه لبخندی زد و گفت بفرمایید داخل، شام خوردین؟ نه راستش از صبح هیچی نخوردم.
پس بفرمایید بشین، الان یه چیز درست میکنم. من رفتم لباسمو عوض کنم. امیرعلی خواب بود. موهاشو نوازش کردم و بوسیدمش. برگشتم بیرون. سمیه داشت تو آشپزخونه غذای خوب درست میکرد. بوش کل خونه رو گرفته بود. اون زنم تو پذیرایی نشسته بود و داشت نگاه میکرد. رفتم نشستم روبروش و گفتم راستی جسارتا اسمتون چی؟ من پورانم. پوران احمدی. آها خوشبختم. منم یاسرم. ایشونم خانومم هستن، سمیه. پوران گفت خیلی خوشبختم. خدا حفظتون کنه. چه زوج قشنگی هستی. و بعد پرسیدم از کجا اومدین؟ از شیراز. اومده بودم تهران واسه کار. کیفمو دزدیدن. آها پس فردا باید برگردی؟ آره دیگه، اما نمیدونم چطور، پولی نداره. نه نگران پول که نباشی، من کمکتون میکنم. سمیه شامو کشید. قرمه سبزی خوشمزه با برنج. پوران با اشتها شروع کرد به خوردن. بعد شام سمیه اتاق امیرعلی رو مرتب کرد و گفت پوران خانم امشب میتونین اینجا بخوابی. پوران تشکر کرد. گفت خیلی ممنون. واقعا که زحمت کشیدی. نه خواهش میکنم، اگه چیزی لازم داشتین صدام کنین. امیرعلی رو بردیم تو اتاق خودمون. اون شب ما ستایی رو تخت خوابیدیم. صبح که بیدار شدم بوی املت کل خونه رو گرفته بود. سمیه زودتر بیدار شده بود و داشت صبحونه درست میکرد. رفتم دستشویی و دست و صورتمو شستم. اومدم بیرون. دیدم پورانم بیدار شده و نشسته تو پذیرایی. دستی به موهام کشیدم و گفتم صبح بخیر. نگام کرد و گفت صبح شما بخیر. خسته نباشین. لبخندی زدم و نشستیم و صبحونه خوردیم. امیرعلی هم بیدار شده اومد. تعجب کرد که یه زن غریبه تو خونمونه، ولی چیزی نپرسید. بعد صبحونه گفتم پوران خانم اگه آماده شدین بگین که برسونم بهتون. پوران با تعجب پرسید کجا؟ ایستگاه اتوبوس دیگه، گفتین میخواین برگردین شیراز. پوران یهو صداش عوض شد و گفت عذرمو میخواین میخوای من از خونه بندازی بیرون؟ با تعجب گفتم نه من فقط. حرفمو قطع کرد و گفت منو با بچه توشه که من بندازی بیرون؟ من ازت باردارم. احساس کردم زمین زیر پاهم خالی شده. سمیه که داشت ظرف رو جمع میکرد ظرف از دستش افتاد و شکست. گفتم تو چی داری میگی زن؟ شروع کرد به فریاد کشیدن و گفت چرا این کارو با هم کردی؟ چرا میخوای منو بندازی بیرون؟ من ازت بچه دارم. سمیه اومد تو پذیرایی. صورتش عین گچ شده بود. نگام کرد با چشمایی که پر از سوال بود. عصبانی شدم و رفتم سمتش. دستشو گرفتم و گفتم تو الان چی گفتی واسه خودت؟ پوران فریاد کشید ولم کن. همه میفهمن چه آدمی هستی. کشیدمش سمت در. داشت فریاد میکشید و دست و پا میزد. در رو باز کردم و انداختمش بیرون. از بیرون فریاد کشید میرم شکایت میکنم. همه میفهمن که تو چه آدمی هستی. داد زدم برو. هر غلطی خواستی برو انجام بده. در رو محکم بستم و برگشتم. دیدم سمیه داره اشک میریزه و امیرعلی ترسیده تو گوشه در ایستاده. رفتم سمت سمیه. آروم گفتم سمیه. با گریه گفت یاسر این زن چی میگفت؟ اینجا چه خبره؟ سمیه تو به هم اعتماد نداری؟ نگاه سردرگمی به هم انداخت. اشک تو چشماش جمع شد و گفت دارم ولی. حرفشو قطع کردم. هیچ ولی نداره. اون زن یه کلاهبردار بوده. میخواست که از من اخاذی کنه، نفهمیدی؟ حق گریه هاش بلند شد و گفت اما چرا باید این کارو کنه؟ چرا اینقدر با اطمینان حرف میزه؟ نمیدونم سمیه، نمیدونم، اما باور کن. من خجالت میکشم اینو بهت بگم. آخه واسم عجیبه که تو باور نداری، اما باور کن من کار اشتباهی نکردم. امیرعلی اومد سمت سمیه بغلش کرد و گفت مامان گریه نکن دیگه. سمیه امیرعلی رو تو آغوشش کشید. عصبانی رفتم تو اتاق و لباس پوشیدم. باید میرفتم سر کار. سرم خیلی شلوغ بود. وقتی داشتم میرفتم سمیه اومد دم در. یاسر جونم، من بهت اعتماد دارم، اما دلم یه طوریه، یه آشوبیه. بغلش کردم و گفتم میدونم عزیزم، میدونم روکه شدی، طبیعیه، ولی همه چی درست میشه. خب بهش فکر نکن. از خونه بیرون اومدم و سوار ماشین شدم. تو راه داشتم به همه چی فکر میکردم، اما این بار اشتباه کرده بودم. نباید به پوران کمک میکردم، نباید اونو میبردم خونه. رسیدم کلانتری و رفتم تو. نشستم پشت میزم. سرمو گذاشتم رو میز.
همکارم رضا اومد داخل. یاسر جان حالت خوبه؟ با بی‌حوصلگی سرمو بلند کردم و گفتم آره خوبم. خوب نیستی داداش؟ معلومه چیزی شده؟ نمیخواستم بگم اما دلم میخواست با کسی حرف بزنم. تعریف کردم که چی شده. رضا گفت یاسر متاسفم این روزا خیلی از این کلاهبردارا زیاد شدن. آخه از تو بعید بود چطور نفهمیدی؟ اما باز خوبه که زودتر فهمیدی. گفتم آره اما زنم ناراحته. رضا گفت حق داره. خب کم کم فراموش میشه نگران نباش. اون روزو به سختی گذروندم. عصر که برگشتم خونه سمیه ساکت بود انگار فکرش مشغول بود. اون شب سمیه پشت به من خوابید. حتی نگامم نکرد. میدونستم که هنوز ازم دل خوره. چند روز گذشت و دیگه خبری از پوران نشد. نه شکایتی نه چیزی. انگار فقط میخواست ما رو بترسونه. بعد گذشت چند هفته از ماجرای پوران زندگی داشت به حالت عادی برمیگشت. سمیه فراموش کرده بود. دیگه ناراحت نبود و من سعی میکردم اون روزا رو فراموش کنم. اون روز صبح زود داشتم میرفتم سر کار. مسیر همیشگی رو طی میکردم که یهو تو گوشه خیابون کنار یه مغازه بسته یه پسر بچه رو دیدم. پسر حدود 10-11 ساله نشسته بود رو پیاده رو. سرشو گذاشته بود رو زانو. نه گریه میکرد نه تکون میخورد. فقط همونطور نشسته بود. یه لحظه دلم سوخت اما گفتم شاید منتظر کسیه یا داره استراحت میکنه. از کنارش رد شدم و رفتم. فردا صبح که دوباره داشتم میرفتم سر کار بازم همون پسرک اونجا دیدم. همون حالت، همونجا، سرش رو زانوهاشو بی حرکت. این بار یکم مشکوک شدم. گفتم عجیبه چرا این بچه همش اینجاست. روز سوم که بازم دیدمش دیگه نتونستم بی خیال بشم. یه گوشه‌ای پارک کردم و پیاده شدم. رفتم سمتش. پسرک سرش پایین بود و انگار متوجه من نشده بود. گفتم پسرم حالت خوبه؟ سرشو بلند کرد. صورت لاغر و رنگ پریده‌ای داشت. نگام کرد اما چیزی نگفت. پرسیدم چرا همش اینجایی؟ خونت کجاست؟ آهی کشید و گفت آقا مامانم مریضه. گفتم مریضه؟ چش شده؟ سرش انداخت پایین و گفت نمیدونم حالش بده. دکتر گفته باید دارو بخوره اما پول نداریم که قرصاشو بخره. قلبم فشرده شد. از این حجم معصومیت اون پسر بچه گفتم این نزدیکی داروخونه هست بیا بریم دواشو بخریم. نگام کرد و گفت من که نمیدونم چی باید بخره. مامانم فقط میگه 5 میلیون پول دواش میشه. آخه از کجا بیاریم این همه پول؟ 5 میلیون پول زیادی بود واسه دارو. گفتم پسرم مادرت الان کجاست؟ مادرم بیمارستانه. خب میشه منو ببری خونتون؟ شاید بتونم کمکت کنم. باشه آقا. بلند شد و دنبالش راه افتادم. چند تا کوچه رفتیم تا رسیدیم به یه کوچه باریک و کثیف. پسرک نشون داد که اون در کهنه که روبروی خونه اوناست. نزدیک در که شدیم گفت همینجاست. گفتم خب بیا درو باز کن. گفت اما مامانم خونه نیست. بیمارستانه. گفتم خب پس نسخش کجاست؟ داروهایی که گفتی باید بخره؟ نمیدونم آقا. مامانم فقط گفت 5 میلیون. نگاش کردم. چشمای غمگینه صورت معصومش. یادم اومد که خودم هم یه پسر دارم. اگه خدایی نکرده امیرعلی تو چنین وضعیتی بود چی؟ گفتم پسر کارت داری؟ شماره حساب. یه کارت کهنه از جیبش در آورد. گفت مال مامانمه. کارتو گرفتم و شمارهشو یادداشت کردم. موبایلمو در آوردم و 5 میلیون زدم به حساب. با تعجب نگام کرد. آقا شما چی کار کردی؟ پول زدم. حالا برو بیمارستان به مادرت بگو پول دارو در اومده. پسرک چشماش پر از اشک شد و گفت مرسی آقا. خدا عمرت بده. دستی به سرش کشیدم و گفتم برو پسر. خدا به همراهت. برگشتم و سوار ماشین شدم. تو دلم احساس خوبی داشتم. حس این که به یه بچه بی‌پناه کمک کرده باشه قشنگ بود. سوار ماشین شدم و رفتم سر کار. اون روز خیلی خوشحال بودم. چند روز گذشت. یه عصری که داشتم از کار برمیگشتم بازم همون پسر رو دیدم. این بار یه جای دیگه نشسته بود. همون نزدیکیا. پارک کردم و رفتم سمتش. پرسیدم باز تو اینجایی؟ مادرت چطوره؟ آقا مامانم خونه نیست. من گرسنم اینجا نشستم. گفتم خب بیا بریم یه چیزی بخوریم. بردمش یه رستوران کوچیک سنتی و گفتم هر چی میخوای سفارش بده. چلو کباب سفارش داد.
منم یه چلو کباب گرفتم. وقتی غذا اومد با ولع شروع کرد به خوردن. دیدم که واقعا گرسنه است. گفتم آروم بخور پسر جون، عجله نکن. سیر نشدی باز واسط سفارش میدم. بعد از اینکه غذاش تموم شد چند تا کباب دیگم سفارش دادم و گفتم اینا رو ببر خونه واسه مادری. لبخندی زد و گفت ممنون آقا. پولو دادم و بیرون اومدی. پسرک پلاستیک غذا رو گرفته بود و راه افتاد. منم سوار ماشین شدم و آروم دنبالش حرکت کردم. میخواستم ببینم کجا میره. چند تا کوچه رفت. بعد یهو رفت توی کوچه و نشست همونجا رو پیاده رو. همون حالت قبلی. سرش رو زانوش. پارک کردم و پیاده شدم. رفتم سمتش. پرسیدم چرا نمیری خونه؟ سرشو بلند کرد و با لبخند عجیبی گفت آقا من کارم همینه. شما دیگه خیلی بهم کمک کردی بسه. یه لحظه انگار دنیا واسم ایستاد. گفتم چی؟ یعنی چی کارت همینه؟ بلند شد و گفت آقا شما آدم خوبی هستین، اما من یه گدای حرفه‌ایم. 5 تومن گرفتم، غذام که خوردم دیگه راستش خجالت کشیدم. شما خیلی خوبی. نمیدونستم بخندم گریه کنم. گفتم یعنی مامانت مریض نیست؟ خندید. دندونا یکی در میونش زد بیرون و گفت مامانم الان خونه دراز کشیده داره تلویزیون نگاه میکنه. من اینا رو برای پول انجام میدم آقا. راستش عصبی شدم. بعد یه حس عجیبی بهم دست داد و شروع کردم به خندیدن. خیلی عجیب بود. تعجب کرد و گفت آقا خوبی؟ زیر لب گفتم تو دیگه چه پدر سوختی هستی. گفتم برو پسرم برو، آفرین بهت، خوب یاد گرفتی. خندید و دوید و رفت. من موندم همونجا بلند میخندیدم. به خودم چقدر من ساده بودم. اون پسر تونست منو دور بزنه. برگشتم سمت ماشین، سوار شدم و راه افتادم. به خونه که رسیدم سمیه درو باز کرد. چرا اینقدر دیر کردی یاسر؟ رفتم تو نشستم رو مبل. سمیه اومد کنارم. یاسر چیزی شده؟ شروع کردم به تعریف کردن ماجرا. سمیه اول با تعجب گوش میداد. بعد شروع کرد به خندیدن. یاسر تو باز گول خوردی آخه. باز دلت سوخت و گول خوردی آره؟ گفتم آره، اما این بار یه طورایی حالم خوبه راستش. پرسید چرا خب؟ نمیدونم سمیه. شاید چون این بار یه بچه بود. یه بچه که داشت تلاش میکرد زندگی کنه. حتی شده از این راه. سمیه سرشو تکون داد و گفت تو خیلی دل مهربونی داری. اما باید یاد بگیری که هر کسی رو باور نکنی. دل مهربون یه جایی کار دست آدم میده. گفتم آره میدونم، اما نمیتونم جلوی خودم بگیرم. وقتی میبینم یکی تو مشکله دلم نمیاد بی تفاوت رد بشم. سمیه لبخندی زد و گفت همین چیزاته که منو عاشقت کرده دیگه. بوسیدمش و گفتم ممنون عزیزم. اون روز یه شیفت طولانی داشتم. ساعت نزدیک 8 شب بود که داشتم برمیگشتم خونه. هوا تاریک شده بود و جاده خلوت. داشتم از یه مسیر خلوت برمیگشتم که پیرزنی کنار جاده دیدم. دستشو بالا گرفته بود و انگار منتظر ماشین بود که سوارش کنه. اول خواستم رد بشم چون یاد تجربه‌های بد افتادم. اما گفتم این یه پیرزنه، مثل بقیه نیست. وسط جاده مونده. ماشین رو زدم کنار و شیشه رو کشیدم پایین. سلام مادر جان، مشکلی پیش اومده؟ اومد سمت ماشین. 70-80 سالش بود. گفت من دیر رسیدم به اتوبوس. میشه منو تا ایستگاه بعدی برسونی؟ با خودم گفتم تا ایستگاه بعدی زیاد راه نیست. آره مادر جان بیا سوار شو. نشست تو ماشین. یه چادر مشکی قدیمی تنش بود و یه ساک کوچیک تو دستش. مادر جان کجا میخوای بری؟ میخوام برم تهران خونه پسرم. سری تکون دادم و گفتم باشه من تا ایستگاه بعدی میرسونمت. راه افتادم و اون پیرزن ساکت بود. منم حرفی نمیزدم. فقط رانندگی میکردم. یهو گفت پسرم میشه یه خورده تندتر بری؟ عجله دارم. باشه مادر جان. سرعتمو یه خورده بیشتر کردم. به 80 رسیدم. اما پیرزن باز گفت پسرم یه خورده بیشتر. گفتم مادر جون این سرعتی که خطرناکه. اصرار کرد و گفت باید زودتر برسم، پسرم منتظره. دیگه به ناچار سرعتو بردم رو 90. داشتم توی جاده نسبتا خلوت میرفتم. یهو از گوشه چشم دیدم پیرزنه داره با دستگیری در ور میره. گفتم مادر جان چی کار میکنی؟ چی کار به اون داری؟ دستگیره است. شیشه رو میخوای بکشی پایین؟ اون سمته. گفت نه دارم شیشه رو میکشم پایین. ببخشید اشتباه گرفتم. یه چیزی به هم گفت که نفهمیدم چی بود. گفتم
مادر جون یه لحظه صبر کن، الان میستم و شیشه رو برات میکشم پایین. اما قبل از اینکه بتونم سرعتمو کم کنم دستگیره رو کشید و در ماشین رو باز کرد. فریاد کشیدم نه وایسا، اما دیر شده بود. خودشو پرت کرده بود بیرون. سریع ترمز رو گرفتم و ماشین رو زدم کنار. قلبم داشت میکوبید. دویدم سمت جایی که پیرزن افتاده بود. اونجا روی آسفالت همه جا قرمز شده بود. به سختی نفس میکشید. دویدم سمتش. مادر جان چی کار کردی؟ چرا آخه این کارو کردی؟ پیرزن چشماش بسته بود. سری موبایلمو در آوردم و زنگ زدم به اورژانس. الو، یه تصادفی شده. یه پیرزنی از ماشین پرت شده بیرون، حالش خیلی بده. آدرس رو دادم و قطع کردم. برگشتم سمتش. داشتم گریه میکردم. مدام میپرسیدم چرا این کارو کردی؟ طاقت بیار، الان کمک میرسه. ولی اون پیرزنه حرکتی نمیکرد. نبضش ضعیف و ضعیفتر شده بود. چند دقیقه بعد آمبولانس رسید. پرسنل اورژانس سریع اومدن و معاینش کردن. یکیشون گفت وضعش خیلی بده، باید سریع برسونیمش بیمارستان. پیرزنه رو گذاشتن رو برانکارد و بردنش تو آمبولانس. منم همراهشون رفتم. تو راه بیمارستان اون پیرزن ایست قلبی کرد. پرسنل اورژانس سعی کردن احیاش کنن، اما فایده‌ای نداشت. وقتی به بیمارستان رسیدیم پزشک اعلام کرد که فوت کرده. این خبر رو که شنیدم انگار دنیا رو سرم خراب شده. نشستم رو صندلی راهرو. سرمو گرفتم بین دستام. نمیتونستم باور کنم. آخه چرا اون کارو کرد؟ چرا خودشو؟ وای باورم نمیشد. پلیس اومد و ازم سوال پرسید. همه چی رو تعریف کردم. گفتم که با خودش چیکار کرده. افسر پلیس گفت آقای صالحی این حادثه خورده عجیبه. ما باید بیشتر تحقیق انجام بدیم. گفتم من حقیقت رو گفتم. راستش نمیدونم چرا این کارو کرد. افسر گفت باید با خانواده‌اش صحبت کنیم. شما فعلا نمیتونیم بریم. نشستم همونجا. به سمیه زنگ زدم و ماجرا رو تعریف کردم. سمیه نگران گفت الان میاد بیمارستان. چند ساعت بعد یه مرد میانسالی اومد به بیمارستان. یه مرد قد بلند، هیکلی و اخمو. افسر پلیس گفت آقای رحمتی شما پسرشون هستین؟ مرد نگاهی به من انداخت و گفت این همونه؟ خشکم زد. گفتم یعنی چی؟ من که کاری نکردم. اومد سمتم و انگشت اشاره‌شو گرفت طرفم. انقدر دروغ نگو. آخه چی داری واسه خودت میگی؟ چرا مادرم باید دستگیره رو باز کنه ها؟ چه هدفی داشتی از این کارت؟ افسر پلیس اومد بینمون. آقای رحمتی آروم باش. ما داریم تحقیق میکنیم. داد زد چه تحقیقی آخه؟ این مرد این کارو کرده. مادر من 80 سالشه. چطور میتونسته در ماشین رو باز کنه؟ و نمیتونستم باور کنم. گفتم آقا یعنی چی؟ من دارم راستشو میگم. آخه من چرا باید این کارو کنم؟ پسر اون زن اومد نزدیکتر و گفت کار خودت بود. تو میخواستی بهش نزدیک بشی. بعد از اینکه مقاومت کرد این کارو باش انجام دادی. قلبم ایستاد. چی داری میگی تو؟ من خودم سرگرد پلیسم. من حرفمو قطع کرد و گفت هر کی هستی واسه خودتی. ازت شکایت میکنم میفهمی؟ میدونم با تو چی کار کنم. افسر پلیس اومد طرفم و گفت آقای صالحی متاسفانه مجبورم شما رو بازداشت کنم تا تحقیقات کامل بشه. باورم نمیشد. گفتم آخه من خودم همکارتونم. من دارم حقیقت رو میگم. افسر گفت متاسفم. قانون برای همه یکسانه، حتی شما. دستبندو به دستم زدن و بردنم بازداشتگاه. اون شب یکی از بدترین شبای زندگیم بود. توی یه سلول کوچیک بودم. تنها با یه اتهام ترسناک. صبح رئیسم اومد دیدنم و گفت یاسر باز چه بلایی سر خودت آوردی؟ تعریف کردم که چی شده. گفتم که پیرزنه چی کار کرده. رئیس گفت یاسر من میخوام باور کنم اما شاهدی نداری. تو تنها کسی هستی که اونجا بوده. گفتم آخه من حقیقت رو گفتم. نمیدونم چرا اون کارو کرد. رئیسم نفسش رو فوت کرد بیرون و گفت یاسر جان این وضعیت سختیه. رحمتی ازش شکایت کرده. میگه قصد بدی داشتی. بعد از اینکه مادرش مقاومت کرده تو اون کارو با مادرش انجام دادی. گفتم خنده داره. آخه اون یه پیرزن بود. من همچین کاری نکرده. رئیس گفت میدونم اما باید ثابت بشه. اما رئیس چطوری؟ من که شاهدی ندارم. رئیس گفت فیلم دوربینای جاده‌ای رو چک میکنیم. شاید چیزی پیدا بشه. امیدوار شدم و گفتم آره دوربینا شاید چیزی ضبط کرده باشه.
رئیس جواب داد امیدوارم، اما تو اون موقع تو باید همینجا بمونی. سرمو تکون دادم، انگار چاره‌ای نبود. رئیس رفت و من موندم. بعد از ظهر سمیه اومد دیدنم. وقتی دیدمش دلم گرفت. با چشمای اشکی نگام کرد و گفت من میدونم تو بیگناهی. سمیه، متاسفم که تو رو انداختم تو این دردسر. این چه حرفیه یاسر؟ تو کار بدی نکردی. ولی الان اینجام سمیه، با یه اتهام ترسناک. سمیه دستشو گذاشت رو شیشه بینمون و گفت یاسر، من پشتتم. ما با هم از پسش برمیم. چشمام پر از اشک شد و گفتم سمیه، امیرعلی چطوره؟ دلم براش تنگ شده. خوبه، اما اونم نگرانه، میگه بابا کی برمیگرده. دلم میخواست اونجا نبودم. دلم میخواست خونه خودم پیش زن و بچه‌ام باشم. روزها گذشت و تحقیقات ادامه داشت. رئیس اومد و گفت که دوربینای جاده اون قسمت ماه هاست که خراب بودن یا زاویه بعضیاشون فرق میکرده. امیدم ناامید شد. شاهدی نداشتم. مدرکی هم که نبود. فقط حرف من بود در برابر ادعای پسر اون پیرزن. یه هفته گذشت. وکیلی که سمیه برام گرفته بود اومد دیدنم. گفت آقای صالحی، متاسفانه خبر خوبی ندارم. آقای رحمتی میگه اگه بتونین دیه بدین رضایت میده. با تعجب گفتم دیه؟ ولی من که کاری نکردم. میدونم جناب، اما الان شرایط خوبی نداریم. اگه بخوایم بریم دادگاه ممکنه چند سال طول بکشه و با شرایط فعلی شانس پیروزی شما کمه. یعنی چی؟ یعنی باید دیه بدم برای کاری که نکردم؟ وکیل نفسشو داد بیرون و گفت گاهی باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کرد. نمیتونستم باور کنم. گفتم آقای وکیل، من نمیخوام قبول کنم که کاری که نکردم و گردن بگیرم. میفهمم آقای یاسر، اما الان بهترین راه همینه. سرمو تکون دادم و گفتم من باید فکر کنم. وکیلم رفت و من موندم با افکارم. اون شب مثل شبای قبلش خوابم نبود. داشتم فکر میکردم که چرا من همش رو این موقعیت گیر میافتم؟ چرا همیشه من؟ فردا زنم اومد دیدنم. وقتی ماجرای دیه رو بهش گفتم ناراحت شد و گفت یاسر، این رسما یه اخاذیه. گفتم میدونم سمیه، اما چاره چیه؟ سمیه گفت من به رئیس زنگ زدم، اون میگه یه راهی پیدا میکنه. امیدوار شدم و گفتم واقعا؟ آره، میگه بهت بگم که نگران نباشی، یه فکری داره. نمیدونستم چه فکری، اما دلم روشن شد. چند روز دیگه گذشت. رئیسم اومد دیدن. با لبخند عجیبش گفت یاسر، یه خبر خوب دارم. چی شده؟ ما یه تحقیقات مخفی و روی آقای رحمتی انجام دادیم. حدس بزن چی پیدا کردیم؟ چی؟ ببین، این اولین بار نیست که مادرشو به این روز انداخته. و بعد خندید. خوشگم زد. چی میگی رئیس؟ آره، قبلا هم همین کارو کرده. از چند تا راننده دیگم اخاذی کرده. مثل اینکه یه گروه هستن، مادر و پسری. سری‌های قبل مادرش جون سالم در برده. این سری دیگه عمرش به دنیا نبود. باورم نمیشد. گفتم یعنی اون پیرزن؟ رئیس گفت آره، همش نمایش بود. اونا از عمد این کارو میکردن. بعدم از راننده بدبخت اخاذی میکردن. منتها این بار پیرزنه ضربش بدتر از همیشه بود و جا در جا تموم کرد. ترسیده گفتم و پسرش هنوز میخواست ازم اخاذی کنه؟ حتی بعد فوت مادرش؟ رئیس نگام کرد، لبخندی زد و گفت خودتو نبین یاسر، آدمای پس تو این دنیا زیاده. گفتم پس حالا چی میشه؟ دادستان این پرونده رو باطل اعلام کرده. گفته تو آزادی و میای بیرون. باورم نمیشد. نمیتونستم حرف بزنم. رئیس دستی گذاشت رو شونم و گفت یاسر، تو یه مرد خوبی، خیلی خوب، اما خب گاهی باید مراقب باشی. سرمو تکون دادم. آره رئیس، میدونم، یاد گرفتم. اون روز عصر آزادم کردن. وقتی از در زندان بیرون اومدم، سمیه و پسرم منتظرم بودن. امیرعلی جونم بود. وقتی دیدمش دویدم سمتش، اونم سمت من. سمیه هم اومد سمتم. جفتشونو تو آغوشم گرفتم. هر سه گریه میکردیم. سمیه گفت خوشحالم که برگشتی. منم خوشحالم. دلم براتون تنگ شده بود. امیرعلی تو آغوشم میگفت بابا دیگه هیچ وقت نرو. خندیدم و بوسیدمش. دیگه نمیرم پسر، پیشتون میمونم. بابا دیگه آدم شده. سوار ماشین شدیم و رفتیم خونه. وقتی رسیدیم احساس کردم که سال هاست که از اینجا دور بودم. به قول معروف کل شهر واسم عوض شده بود.
انگار 10 سال تو زندان بودم. اون شب بعد مدت‌ها با آرامش خوابیدم. میدونستم که زندگی ادامه داره، با همه سختی‌ها و تلخی‌ها و بدشانسیاش. 6 ماه بعد از اون ماجرا روزگار میگذشت و منم سعی می‌کردم دوباره به زندگی عادیم برگردم، ولی هنوز خاطره تلخ زندان و اون پیرزن تو ذهنم بود. بالاخره جزئی از زندگیم شده بود. اون صحنه‌ای که دیده بودم، اون آدمی که رو آسفالت دیده بودم، واقعا نمیتونست از جلوی چشمم رد بشه. هفته‌ها تصویر اون پیرزن تو اون وضعیتی که من دیده بودم جلوی چشمام بود. تا اینکه یه روز عصر بعد شیفت کاری داشتم میرفتم خونه. هوا بارونی بود. نم نم بارون میزد به شیشه ماشینم. تو فکر بودم و داشتم به اتفاقاتی که افتاده بود فکر میکردم. داشتم با خودم میگفتم تو این دنیا چند نفر مثل من تو همچین وضعیتی گیر افتاده بودن. همون لحظه تلفنم زنگ خورد. سمیه بود. جانم عزیزم. یاسر جان کجایی؟ تو راه هم دارم میام خونه. چیزی شده؟ امیرعلی تبش رفته بالا. داره هزیون میگه ببریمش دکتر، زود باش. الان میام خونه. تلفنو قطع کردم و پامو گذاشتم رو گاز. باید زودتر میرسیدم خونه. داشتم تو خیابون میرفتم که یهو چشمم افتاد به یه صحنه آشنا. یه پیرزن کنار خیابون ایستاده بود و داشت دست تکون میداد. یه لحظه قلبم ایستاد. یاد همون روز افتادم. همون پیرزنی که با خودش اون کارو کرده بود. یاد زندان. نفس عمیقی کشیدم و سرعتمو بیشتر کردم. این بار دیگه نمی‌ایستادم. امیرعلی مهمتر بود. خانواده‌ام مهمتر بودن. تو کمال تعجب پیرزنه با دستایی که تو آسمون بود اومد جلوی ماشینم و گفت بیس، یه لحظه وایستا. دیگه نتونستم و همون لحظه ترمزو زدم. با احتیاط شیشه رو دادم پایین. گفتم چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ اومد سمتم. نزدیک شیشه ایستاد. صورتش خیس بود. معلوم نبود از بارونه یا اشک. پسرم، هوا بارونیه، ماشین پیدا نمیشه. میگم میتونی منو تا جایی برسونی؟ نگاش کردم. قیافه موجهی داشت. لباس موجه. یه زن عینکی. بهش میومد که این معلم بازنشسته باشه، چیزی که تصورم بود. اما راستش من دیگه اعتمادی نداشتم. گفتم مادر جان آدرس خونتون رو بدین براتون اینترنتی تاکسی بگیرم. با تعجب گفت تاکسی؟ اما چی خانوم؟ تاکسی هست میاد. پیرزنه یه آدرسی بهم داد. با موبایلم زنگ زدم به یه آژانس و براش ماشین گرفتم. بهش گفتم مادر جان چند دقیقه دیگه ماشین میاد. من باید برم، پسرم مریضه. اون پیرزن لبخندی زد و گفت خدا به همراهت، لطف کردی. سرمو تکون دادم و راه افتادم. تو آینه دیدم که پیرزنه هنوز همونجا ایستاده. داشت نگاه میکرد. وقتی رسیدم خونه سمیه با عجله اومد دم در. امیرعلی بغلش بود. صورتش سرخ شده بود و چشماش نیمه بود. سمیه چی شده؟ سمیه با نگرانی گفت تبش خیلی بالاست. یه ساعتی که داره هزیون میگه. امیرعلی رو بغل کردم. پیشونیش داغ بود. گفتم بیا بریم بیمارستان. سوار ماشین شدیم و با سرعت رفتیم سمت جاده. تو راه امیرعلی سرشو گذاشته بود رو پام. آروم ناله میکرد. هر وقت مریض میشد اینطور هزیون میگفت و ناله میکرد. دست گذاشتم رو سر بچه‌م. گفتم الان میرسیم پسرم. سمیه داشت گریه میکرد. یاسر اگه چیزیش بشه؟ هیچیش نمیشه. چی بشه؟ قوی باش. به بیمارستان که رسیدیم امیرعلی رو بردن اورژانس. دکتر معاینش کرد و گفت باید سری بستری بشه. تبش خیلی بالاست. احتمالاً یه عفونتی داره. باید آزمایش بگیریم. امیرعلی رو بستری کردن. من و سمیه موندیم کنارش. شب اول و سمیه موند و من رفتم خونه وسایل بیارم. صبح که برگشتم سمیه خوابش برده بود رو صندلی کنار تخت امیرعلی. امیرعلی هم هنوز خواب بود. رفتم بالای سرش. دستی رو پیشونیش کشیدم. هنوز داغ بود اما نه به اندازه دیشه. سمیه بیدار شد و گفت یاسر اومدی؟ آره تو برو خونه استراحت کن، من هستم. نه من باید بمونم. نشستم کنارش و دستشو گرفتم. سمیه تو دیشب اصلا نخوابیدی، برو استراحت کن، من مواظبشم. ظهر دوباره بیا. سمیه با بیمیلی قبول کرد و رفت. من موندم کنار تخت امیرعلی. بهش نگاه میکردم. به صورت کوچیکش، به دستای ظریف و نازکش. چقدر دوستش داشتم. چقدر برام عزیز بود. دکتر برای ویزیتش اومد و گفت تبش یکم پایین اومده اما هنوز بالاست. آزمایشو نشون میده که یه عفونت ریوی داره اما خوشبختانه زود متوجه شدیم. پرسیدم خطرناکه؟ دکتر گفت نه، مراقبت‌های لازم انجام شده ولی چند روزی باید بستری باشه.
همون لحظه امیرعلی چشماشو باز کرد. منو که دید لبخندی کمرنگی زد. بابا. رفتم کنارش. دستشو گرفتم. جون بابا. حالت بهتره؟ سرشو تکون داد. گلوم خشکه، درد میکنه. میدونم عزیزم، زود خوب میشی. چند روزی بیمارستان بستری بود. من و سمیه نوبتی میموندیم. من شیفتای کاریمو تنظیم کرده بودم که بیشتر پیش پسرم باشه. روز 4 دکتر گفت که تبش قطع شده و اگه تا فردا مشکلی نباشه مرخص میشه. خوشحال شدم و به پسرم گفتم امیرعلی فردا میریم خونه. حالت بهتر شده. امیرعلی خندید و گفت بابا میشه وقتی رفتیم خونه برام بستنی بخری؟ خندیدم و گفتم هر چی تو بخواد. اون شب نوبت من بود که بمونم بیمارستان. سمیه رفت خونه تا برای فردا آماده بشه. نشستم کنار تخت امیرعلی. خوابیده بود و داشتم به صورتش نگاه میکردم. صبح روز بعد امیرعلی رو مرخص کردن و بردیمش خونه. سمیه همه چی آماده کرده بود. امیرعلی رو تو اتاقش گذاشتیم. هنوز بدنش ضعیف بود اما حالا سر حال بود. سمیه گفت یاسر میخوای بری استراحت کنی؟ خسته ای؟ نه خوبم. میخوام برم برای امیرعلی بستنی بخرم. قول دادم بهش. سمیه خندید و گفت باشه زود برگرد. رفتم بیرون. هوا آفتابی بود برخلاف چند روز پیش. رفتم یه بستنی فروشی نزدیک خونه و چند تا بستنی خریدم. لبخندی زدم و خداحافظی کردم و برگشتم سمت خونه. وقتی رسیدم سمیه منتظرم بود. گفت دیر کردی. کجا بودی تو؟ رفتیم تو اتاق امیرعلی. بستنی رو دادیم بهش. چشماش برق زد و تشکر کرد. انگار مدت‌ها منتظر این طعم از بستنی بود. همون لحظه امیرعلی گفت بابا مامان میگه تو همیشه به همه کمک میکنی. آره؟ لبخندی زدم و گفتم آره پسرم. سعی میکنم به آدمایی که به کمک نیاز دارن کمک کنم در حد خودم. امیرعلی گفت پس منم باید مثل تو بشم چون پسرتم. گفتم آره پسرم. خیلی خوبه که به دیگران کمک کنی ولی باید مراقب باشی. امیرعلی با تعجب پرسید چرا؟ گفتم چون بعضی از آدما ممکنه از خوبی بیش از حد تو سوء استفاده کنن. امیرعلی سرشو کج کرد. یعنی چی بابا؟ سمیه اومد کمکم و گفت یعنی بعضی از آدما قدر محبت تو نمیدونن. دروغ میگن نیاز به کمک دارن اما در واقع میخوان بهت آسیب برسونن یا ازت چیزی بگیرن و گولت بزنن. امیرعلی با تعجب پرسید پس باید چیکار کنیم؟ گفتم باید یاد بگیریم که کیو باور کنیم و کیو باور نکنیم. البته این خیلی سخته. امیرعلی فکر کرد و گفت بابا خیلی سخته این. اون شب وقتی امیرعلی خوابید من و سمیه کنار هم نشسته بودیم. سمیه گفت یاسر این چند ماه خیلی سخت گذشت بهمون. گفتم آره عزیزم. همتون رو انداختم تو دردسر. نه این حرفو نزن یاسر. ما یه خانواده‌ایم با هم تو خوشی و ناخوشی. میدونی سمیه بعد همه این اتفاقا یه چیزی یاد گرفتم. انگار این دنیا بهم یاد داده که دلم برای کسی نسوزه. انگار دیگه پشیمونم از خوب بودن. سمیه لبخندی زد و گفت تو نباید به خاطر خوب بودنت خودتو سرزنش کنی یا پشیمون بشی. باور کن مشکل از تو نبود. لبخندی بهش زدم و گفتم امیرعلی راست میگه. حالا دیگه خیلی سخت شده. چطور باید بفهمیم که کی نیاز به کمک داره؟ چطور میشه باور کرد آدما رو؟ سمیه بهم نگاه کرد. انگار اونم جوابی واسه این سوالم نداشت. ولی من انگار اینطوری بار اومده بودم. اینطور تربیت شده بودم. نمیتونم خودمو تغییر بدم. نمیتونم دست از کمک کردن بردارم. و اگه یه روز بی تفاوت از کنار کسی که دستشو سمتم دراز کرد بگذرم کل روزو از وجدان میگیرم. این مشکل از من نیست. مشکل از اخلاق من نیست. میدونم که تو زندگیم با این اخلاقی که دارم خیلی ضربه های دیگم قراره بخورم. ولی حداقل خودم اینجوریم. این اخلاقمو هیچ وقت به پسرم امیرعلی یاد نمیدم. نمیخوام که اون مثل من بشه. و راستش این سخت ترین تصمیمی هست که من تو زندگیم گرفتم. خب بچه ها اینم از این داستان. یه داستانی بود که بر اساس واقعیت بود. اگه شما تجربه شبیه به این دارین حتما تو کامنت ها بنویسین. شده تا حالا به کسی کمک کنین اما بعدش پشیمون بشین؟ حتما تو کامنت ها بنویسین. خیلی جالبه خوندنش. خیلی ممنونم که تا آخر این داستان همراه هم بودین. لطفاً حمایت یادتون نره تو این شرایط سخت. بیشتر از قبل هوامو داشته باشین. لایک کنید حتی اگه
صحبتی هم ندارین یه قلب تو کامنت واسم بفرستین. همین دیگه، سرتون رو درد نمیارم و تا یه داستان دیگه، خدا نگهدار.